خیلی گرامی، قبلا همه شما را به این روز سعید، به این روز بندگی خدا، به این روزی که بهتر از روزهای هفته است تبریک و تهنیت میگویم و از خداوند مهربان خواهان او هستم که خداوند ما را همیشه پایبند طاعات خود بگرداند و خواهان او هستم که خداوند از همه ما بندگانش آن چیزی را که از نیکی ها به وجود می آید به درگاهش پذیرفته بگرداند. ابن حوشب میگوید از ام سلمه پرسیدم یا ام المؤمنین ما اکثر دعاء النبی صلی الله علیه و سلم. ابن حوشب برادران عزیز و گرامی که هم عصر پیامبر بودند، هم نشین پیامبر گرامی بودند، میگوید یکی از خانمهای پیامبر که ام سلمه بودند، زن پیرانسالی بودند، از او پرسیدم ای ام سلمه آیا تو همراه پیامبر حیات به سر میبری؟ چه مبارک خانمی هستی که چنین شوهر را خداوند نصیب تو گردانیده است. برای ما بیان کن که وقتی که پیامبر در خاندان تو باشد به کدام دعاها بیشتر مشغول می شود؟ ام سلمه مادرمان گفتند اکثر دعایی که من از زبان پیامبر می شنوم این بود که یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. مادرمان ام سلمه می گوید از زبان این آفتاب تابان می شنیدم که دایم دعاش همچنان بود ای تغییر دهنده دلها، دل ما را در عبادت خودت، در دین خودت همیشه نگه بدار. برادر عزیز و گرامی، ما هم از خدای مهربان خواهان او هستیم که خداوند در دل ما همیشه محبت اطاعت خداوند و طاعات الهی را جاودانه نگه دارد و از خدای مهربان خواهان او هستیم که برای ما توفیق عمل کردن خاص برای خودش باشد نصیب و روزی بگرداند. خدایا از عملهایی که برای خود نمایی باشد، برای خود ستایی باشد، ریا باشد، پروردگارا به سوی تو از این عملها پناه طلب میکنیم. برادران عزیز و گرامی، جمعه گذشته چگونه که من در اطراف بعضی از آیت ها و حدیث هایی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خواندم که همه معنا بر این بود، دلالت بر این بود که ما هرچی از عمل انجام دهیم فقط در اون نیتی خاص از برای خدا داشته باشیم. برادران عزیز و گرامی، اگر ما نماز خوانیم، ما روزه داریم، ما زکات دهیم، ما جهاد کنیم، ما اگر خیر احسانمان تمام شر را اگر دامنگیر شود ولی وی خاص از برای خدا نباشد، شما چیزی در راه خدا نکردید و چیزی در پیشگاه پروردگار مورد قبولم نشد. آیت را که من برای شما خواندم و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، این دلالت بر همین میکند که خدای مهربان برای ما بیان کرد که دین و راه دین فقط این است که خالص از برای پروردگار باشد. خداوند از هر عبادتی که در او یک غرض شخصی یا در او شریک گردانیدن چیزی باشد از او عمل پروردگارمان بیزار است. خداوند در آیت‌های قرآن خبر می‌دهد فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصین له الدین. برادر عزیز و گرامی، ما از همینجا اخلاص، حکمت و خود معنای اخلاص را که چیزی پوشیده در دل بنده مؤمن است
اینجا دریاب کرده میتونیم. خداوند در آیت قرآن که سوره مبارکه عنکبوت بوده است، فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصین له الدین، پروردگار میگوید وقتی که شما در چیز از سواره سوار شدین، مثل خواه کشتی باشد، خواه طیاره باشد، خواه قطاره باشد، هر چیز از سواره باشد، ببینین پروردگار همینجا اخلاص ببینین چگونه عبادت است. وقتی ما سوار میشویم در این چیزهای سواره، دعوا الله مخلصین له الدین. شما میبینید که در حالتی که ما در طیاره ها سوار باشیم، دیگر جای نیست که ما مراجعت کنیم برای ما و شما پناهگاه شود، جای نیست که دیگر ما و شما با او تکیه داشته باشیم. نه سمالیات، همون طیاره‌ای که هست اگر گویم در خوبترین صورت هم ساخته شده باشد، اگر تمام همون متخصصای او برای ما و شما گارانتی دهند که همین سمالیات بهترین سمالیات است، بار هم در صدمه روبرو نشده است، تا حال این ما را قانع کرده نمیتواند. خداوند میگه وقتی که شما در اونها داخل شدین و یک حالت ناگوار شما را قرار داد، شما در او حالت با پررگی رو به سوی من میارید. حالتی است که انسان با پررگی در اون حالت به سوی خداوند با تمام اخلاص، با تمام خلوص در همونجا عبادت، در همونجا دست میبردارد و از پروردگار از تحت دل با تمام هستی خود از خدای مهربان خواهان میشه. انمون اخلاص است برادر عزیز. انمون که ما در همون حالتی که روبرو میشویم، حالت ناگوار ما قرار داریم، کمی ویم دشواری ها و مشکلاتی که در داخل او طیاره یا چیز از سواره وقتی حس میکنیم، در بینن وجود ما را یک ترس فرا میگیرد و ما درو به زبانمون تیز تیز از خدای مهربان نجات او را، حال خوب او را طلب میکنیم. انمون اخلاص است برادر عزیز. اگر ما در عبادت مان انا همون حالتی که در همون سواره بودیم، اگر از خدای مهربان همچنان عبادت داشته باشیم، و در پیشگاه خدا قبول است. زیرا ببینید من جمعه گذشته گفته بودم که حتی پیامبر گرامی گفتن ادعوا الله و انتم موقنون بالاجابه. ببینید شما دعا کنید، میگه پیامبر گرامی، ولی در دعا کردن شما با تمام اخلاص دعا کنید. یقین دانید که همین دعای تو پر دل تو باید گواهی دهد که همین دعای مرا پروردگار شنیده ایستاده است و یکایک قبول کرده ایستاده است. اگر تا ما همین اخلاص و همین باوری را در بالای دست ما نآریم، پیامبر گرامی گفتن این دعای شما هم در پیشگاه خدا قبول نمی شود. ولی بسیاری وقت برادرای عزیز شما اهمیت داده باشین، حتی دستامون هم میبرداریم دعا میکنیم ولی در دلمون چیزی از لذت نداریم و چیزی از محبت نیست و چیزی از قبولیت هم در یادمون هم نمیگذرد. پس این عبادت ما عبادتی بی اخلاص است، در این خلوص نیست، در این نیت نیست، در این یقین نیست، در این صدق وجود ندارد. به خاطر است که دعاهای ما و شما در دوام حدیث پیامبر میگوید خدای مهربان آن دعای را که انسان از روی دل میکند او را قبولش نمیگرداند. ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم. خداوند در جسم نظر نمیکند، خداوند در مال نظر نمیکند، خداوند در اولاد کی نظر نمیکند، بلکه پروردگار در دل و در عمل نظر میکند. اگر ما در دل خود همون خلوص و همون گویم یقین و همون صدق اگر حاصل کرده توانیم، انشاءالله پروردگار در اون نظر دارد و انشاءالله اون عبادت و اون عمل ما و شما در پیشگاه پروردگار قبولیت دارد. برادرای عزیز امروز جمعه است. ببینید به ذمه هر کدام ما و شما خواندن نماز جمعه فرض عین است که ما نماز جمعه ما نخوانیم. فاذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله. خداوند ما را امر دارد روز جمعه که شد
ساعت جمعه خانی که آمد، اگر دست در زر باشد ترک ساز و نماز جمعه را بخوان. این کنتم تعلمون، اگر به شرط تو فهمیش داشته باشی، تو اگر عقل داشته باشی، اگر تو معرفت داشته باشی، کارت ترک ساز. خدا میگه جمعه تا بخوان. پس ببینن همین جمعه که ما تاکید شدیم که باید برای ادا کردن او بیاییم، اگر در همین جمع مقصد ما خاص برای آن که این عبادت خداوند به ما فرض گردانیده است، اگر همین نیت نباشد، همین سرگردانی ما، قدمی ما همه در هدر است، بیکار است، چیز ما از اینجا برداشت کردن نمیتونیم. برادر عزیز و گرامی، ببینید حدیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم: من تطهر فی بیته، هر انسانی که در خانه طهارت میکند، طهارت میسازی، ثم مضى الى بیت من بیوت الله، بعد از آنه که طهارت تمام شد اراده میکنی که من در فلان مسجد رفته نماز میخوانم، ولی ببینید لیقضی فریضه من فرائض الله، همین طهارتی که من کردم برادر عزیز و گرامی و همین اراده ای که در فلان مسجد من نماز میخوانم، شرط ببین لیقضی فریضه من فرائض الله، اگر در همین نیتی که تو فلان مسجد را در نیتت گذرانیدی و در همین نیت تو داخل نباشد که این نماز جمعه فرض از فرضای خداست، من به خاطر فرض خدا میروم، همون طهارت و همون سرخم کردن و همون رکوع و سجده تو چیزی در نزد پروردگار قبولیت ندارد. تا اگر انسان به خاطر آنکه همین عبادت از برای خداست، همین عبادت به خاطر خداست، همین عبادت به خاطر رضاگی خداست، اگر در دل ما همین نگذرد، ما برادر عزیز و گرامی از عملهامان بجز همون گویم که ماندگی و بجز همون حرکت و بجز همون سرگردانی دیگر چیزی به ما نمیرسد. برای همین بسیار از شما خواهش میکنم دادرای عزیز و برادرای خیلی مهربان که امروز از اکثر ما و شما خدا را شکر که توفیق نماز خواندن داریم، توفیق صدقه داریم، توفیق روزه گرفتن داریم. ببینید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه من صلی یرایی فقط اشرک و من صام یرایی فقط اشرک و من تصدق یرایی فقط اشرک. اگر تو نماز خوانی به خاطر آن که تو را گویند نماز خوانی، ولی برادرای عزیز بسیاری از ما و شما که به خاطر خدا نیت میکنیم شاید در ذهنمان گذرد نخواه آدمی باشد که نماز به خاطر خود نمایی خواند. پر است برادرای عزیز، پر است از شخصانی که نماز میخوانند تا که گویند که نماز خوان است، مسجد میآید تا که گویند که وای مسجدی است. برای چی بزرگای ما و شما میگن کلید در دوزخ است آن نماز؟ ولی نماز نخواه کلید در دوزخ باشد، کلید در دوزخ است آن نماز که در چشم مردم گذارید دراز. اگر در چشم مردم نماز بسیار با زیباگیش خوانی، مردم تو را نگه دارند، تو بسیار رکوع خوشرو میکنی، سجده های خوشرو میکنی، خواب گویم طولانی قرائت میکنی، آن چنان زیبا عبادت که مردم نگاه دارند و در دل تو هم همچنان گذر میکند که بگذار نماز زیبای مرا ها تماشا کنند. حضرت ها چی گفتن؟ کلید در دوزخ است آن نماز. این نماز تو کلید همو در دوزخ است. این نماز تو نماز در پیشگاه خداوند نیست برادر عزیز. ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی که این راه تو میروی به ترکستان است. حاجی های محترم، این بزرگ خدا حاجی ها را اشاره میکنند. ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی که این راه که تو میروی به ترکستان است. اگر حج ما به خاطر آن باشد که حاجی بابا گفته ها بالا بالا ممکنند، یا در بین مردم به نام حاجی معروف و مشهور باشه، بزرگان میگن تو کعبه نرفتی، تو ترکستان رفتی. من صلی یرایی فقط اشرک. اگر نمازت یرایی باشد، یعنی ریایی باشد، خودنمایی باشد، خودستایی باشد، خالی از اخلاص باشد، خالی از نیت نیک باشد،
خالی از رضاگی و فرمان خدا باشد. پیامبر گرامی گفتند تو شرک در راه خدا کردی، با این نماز تو در پیشگاه پروردگار مبتلای شرک شدی. و من صام یرای فقط اشرک. اگر تو روزه بگیری به خاطری که گویند فلانی هر یک روز دوشنبه و پنجشنبه روزه‌دار است، بسیاری از برادرای ما همین رکلام را دوست می‌دارند، بسیاری از برادرای ما خودنمایی را دوست می‌دارند، بسیاری از برادرای ما 4 تنگه را صدقه میکنند، در گوش هزارها میرسانند. حبیب خدا میگوید اگر روزه تو ریا باشد و خودنمایی باشد، خودستایی باشد، تو روزه نداشتی، تو بلکه شرکی در راه خدا کردی. اگر تو هزارها سامان خیر کردی ولی در این خیرت رازگی خدا یا غضب خدا دور می شود، یا خداوند با واسطه صدقه مالی تو را زاید بکند، رضاگی خدا پیدا می شود، غمگینی شیطان پیدا می شود، این نیتها در ذهن تو نباشد، پیامبر گرامی تو شرک در راه خدا کردی. هر کاری که از ما باید سر زند برادرای عزیز و گرامی فقط و فقط به خاطر خدا باشد. من یک معامله را که در روز قیامت می شود برادرای عزیز و گرامی از کتاب الترغیب و الترهیب در باب مخصوص اخلاص این بزرگی خدا آورده است، می خواهم برای شما خوانم، بعدا انشاءالله باز فهمیش شما و معلومات شما نسبت که عملی که خاص برای خدا نباشد باز معلوماتون بیشتر می شود. ان الله تبارک و تعالی اذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم فأول من يدعى به رجل جمع القرآن ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثور المال. روز قیامت پیامبر گرامی میگوید وقتی که پروردگار بین بندگان خود قضاوت میکند، حکم میبرارد، کیها چیها کردند، کیها به کدام عملها چنگ زدند، کیها اهل دوزخند، کیها اهل جنتند. وقتی خداوند در روز قیامت بین بندگان خود این حکم میکرده است، اولین کسانی را که مورد پرسش قرار میداده است 3 نفر بوده است. یکم پیامبر گفتند کسی را که در دنیا حافظ کل قرآن بود و یا فریاد میزنند، کسی که در دنیا امروز با اصطلاحات ما قاری قرآن بودند، حافظای قرآن. دوم کسی را که مورد پرسش قرار میداده است شهیدهایی که در دنیا اونا گویم در میدانهای جنگ مقابل دشمنای خدا جنگیدند. سوم کسانی را میپرسد که اونا سخی بودند، مالدار بودند. این 3 نفر خدای مهربان میخواند و برای اونا چنان سوالی میتید. چی سوال است؟ فیقول الله عز وجل، پس پروردگار میگفته است للقاری، از برای حافظ قرآن چی میگفته است؟ الم اعلمک ما انزلت علی رسولی، آیا من همون قرآن را که بر محمد صلی الله علیه و سلم نازل کردم، آیا از همون قرآن تو آموختی؟ قال بلا یا ربی، حافظ قرآن میگفت است بله پروردگار، من آن قرآن را که با پیامبرت نازل کردی آن قرآن را آموختم، آن قرآن را کلا حفظ کردم. فما عملت فبما عملت، وقتی که تو این قرآن را حفظ کردی برادر عزیز و گرامی، وقتی این قرآن را تو حفظ کردی، خداوند میگفت است به این قاری قرآن، به این حافظ قرآن، پس با او چی معامله کردی، چی ها کردی؟ برادرای عزیز، پیش از آنه که خداوند از سیر این حافظ قرآن همگان را آگاه کند، ما میدانیم که خدای مهربان علم داخل سینه ما را دارد، در داخل سینه ما چه ها میگذرد، در وجود ما چی نیت ها و چی مقصد هاست، اگرچه از چشم بنده های خدا پوشیده است ولی خدای مهربان این علم دارد، از داخل آگاه است. پیش از آنه که این سوال را قاری برای پروردگار چی جواب میگوید، منم برای شما گفتنی هستم که دادرای عزیز کوشش کنید که
در حیات قرآن خوان باشین، در حیاتتان قرآن خوان باشین. من دیروز یک حدیثی را در اینجا بین بعد نمازها که ما یک حدیث تعلیل میکنیم، یک حدیثی را خواندم: ان الذی لیس فی جوفه شیء من القرآن کالبیت الخرب. پیامبر گرامی میفرماید هر کسی که اگر حفظ قرآن ندارد، یعنی بعضی برادرای ما همین یک آیت یا دو آیت از یاد میکنن یا یک سوره دو سوره را از یاد میکنن و دیگر توجه به قرآن ندارن. پیامبر گرامی میگوید اگر در وجود شما آیت از سوره های قرآن اگر حفظ نباشد، شما مثل یک خانه چپه شده اید. یک خانه که چپه می شود برادرای عزیز خراب می شود، دیدگی آدم دهشت او را فرا می گیرد. انسانی که اگر قرآن خوان نیست، انسانی که در وجود خود حفظ آیت های قرآن ندارد، مثل همون خانه های چپه شده اند. یعنی به حال اونا باید ما غمگین باشید. امروز الحمدلله برادرای عزیز اینقدر امکانیتی که خداوند برای آموختن قرآن برای ما و شما آورده است، اگر ما همین لحظه ها را استفاده نبریم ما کرنمکیم. قسم به نام خدا ما به انصافیم. حالا که روایت ها هست که اگر هر روز کسی 40 آیت قرآن را با چشم خودش با دستای خود قرآن را نکشاید، 40 آیت را نخواند، این آدم حق قرآن به جا نآورده است. این قرآن بالای او در روز قیامت دعوا دارد که این آدم در من ناسپاس بود، این آدم در من شکرگزاری نمیکرد. امروز دادرای عزیز عیب است که جوانای ما مثل همون موی سفیدای 100 ساله و از 100 بالا فقط بوسه کردن قرآن دانین و خلاص، فقط با دست طهارت داشتن قرآن دانین و تماس. خیلی جای عیب، خیلی جای تأسف که شما یک جوانای تنومند خداوند همه شرایط و امکانات برای شما داده است و شما از خواندن قرآن محروم باشید. شما خواه از قسم شب خواه از قسم سحر قرآن کشاده و یک ورق که نخوانید، خیلی جای باور که غمگین شدن است برای شما. وقتی از قاری میپرسید از پروردگار پس با این قرآن حفظ کردی چی کردی؟ چه خدمت ها کردی؟ قاری میگفت است اقوم به انا اللیل و انا النهار. پروردگارا من شبها میخستم روزها میخستم این قرآن را میخواندم، این حفظ قرآن را از ذهنم دور نمیکردم. قاری به سوی پروردگار میگفت است فیقول الله کذبت و تقول له الملائکه کذبت و یقول الله تبارک و تعالی بل اردت ان یقال فلان قاری. بعدا پروردگار نه به همه قاری نه به همه حافظای قرآن بلکه با کدام همو که از همه گروه باشد معامله خداوند همچنان است. بعدا خداوند میگفته است ای قاری تو دروغ میگویی، بل کذبت. ملائکه های پروردگار میگفته است تو دروغ میگویی قاری. و خداوند میگه بل اردت ان اقول له قاری، بلکه تو را مرادت این بود که حفظ قرآن کردی و در بین مردم خوش آوازی کردی به خاطر که گویم فلانی قاری است. تو به این خاطر حفظ قرآن کردی. حتی یک حدیثی را در برابرش نگاه کردم که روایت بیهقی است. پیامبر گفته بود است من قرأ القرآن یعکل به الناس جاء یوم القیامه و وجهه عظم لیس علیه لحم. اگر کسی که قرآن را علم را به خاطر خوردن مال مردم از خود کند، یعنی به وسیله علم به وسیله قرآن خواهد که مردم طلب و تاراج کند، خواهد که مال مردم به دست بیارد، پیامبر گفتند این گونه عالم ها این گونه قاری ها روز قیامت وقتی میخیزند در چهره هاشان گوشت وجود ندارد. یعنی چیزی در چهره های ایشان از گوشت وجود ندارد. برادرای عزیز ببینید چهره را پیامبر گرامی گفت خداوند از چهرهش، یعنی جایی که حسن و جمال در او وجود دارد، خداوند همو حسن از روی این انسان میگیرد، به خاطر که این آدم ارادش دیگر چیز بود، ارادش پیشروی و خدمتی در دین نبود.
پس از آن میگوید به سوی شهید میپرسیده است. از شهید هم میپرسد. چی میپرسیده است؟ شهید هم همچنان شهید در راه خدا شدی؟ بله شهید در راه خدا شدم. چگونه ای که در حدیث های می آید که پیامبر گرامی در جنگ خیبر با اصحاب وقتی که در بین شهیدها گشت و گذار میکرد، صحابه یک و یک نشان میدادن فلانی شهید است، فلانی شهید است. میگوید بناگاه به نزد یک شخصی آمدن که چهره و شکمش به سوی زمین است، فقط پشتش به سوی آسمان است، ولی کشته شده است. اصحاب میگوید نشان دادن پیامبر این قسم در جنگ بسیار شجاعت نشان دادند، این قسم گفتن شهید است. پیامبر گرامی در جواب اینی رأیت فی النار، گفتن این شخص گفتن من در دوزخ میبینم. برادر عزیز این شخص گفتن من در دوزخ میبینم. این حدیث مسلم است. فی بردت غلاها او عباءه. ببینید من اینو در دوزخ میبینم. صحابه حیرت دماندند که آخه این شهید این همراه ما بود، این مقابل دشمنای خدا می جنگید. وقتی که میگه پهلوش گردانیدن در زیر بغلش یک قطعه لباسی را از بیت المال دزدیده بوده است. برادرای عزیز و گرامی و از مال غنیمت وقتی که می جنگیدن برای پیامبر ما و شما میدونید که در محاربه ها مال غنیمت برای پیامبر حلال بود گرفتنش. یعنی وقتی که یک جا را که هجوم میکردن مال و ملک اونجا برای اینها حلال میشد. این قاعده جنگ همین است. ولی این بنده خدا به تقسیم کردن الله که یک پاره را گرفته در زیر بغل که پنهان کرده بوده است، یعنی خیانتی در مال کرده است. و وقتی که می جنگید پیامبر عالی باید در زیر شکمش او را ندیده با نور نبوت گفت ایرا من در دوزخ میبینم. برای این شهیدم خدای مهربان میگفته است تو دروغ میگویی، ملائکه ها میگفتند تو هم دروغ. بعد از آن خداوند میگفته است بلکه تو ارادت همین بود که تو را گویم بسیار جوانمرد بود، بسیار شجاع بود، یعنی تو به خاطر این کلمه ها جهاد کردی. همچنان سیوم نفری که اینجا موردی پرسش پروردگار قبول میگیرد این آدمی است که در دنیا مال خود را گویم خیر احسانی که ما و شما امروز میگوییم خیر احسان میکند، ولی در خیر احسانش هم نیتش چی است؟ نیتش داناندن است، نیتش فهمانیدن است، نیتش ریا است. پس پروردگار با اینها همچنان معامله را روا میبیند. خلاص از این پرسیشه که خداوند نسبت اینها میکند معلوم شد که اگر ما هم برادرای عزیز هر عبادتی را که در دنیا به خاطر خدا اگر انجام ندهیم پس وای در پیشگاه پروردگار قبولیت هم ندارد. حتی شما را من خبردار کردم که همین جمعه‌ای که ما و شما میاییم، نمازهای 5 وقته که ما و شما میاییم، برای جماعت ها ما و شما دوهایی که میکنیم، حتی حرکت هایی که میکنیم، اگر همینا برای رضاگی خدا نباشند یا در دل ما نیتی رضاگی پروردگار نباشد پس در این عبادت های ما و شما هیچ چیز قبولیت پیشگاه خدا در وجود ندارد. برادران عزیز و گرامی، از بسیاری مهمان هایی که در این مسجد ما حضور دارند خیر و مقدم میگویم، علاخصوص برادرایی که از اینجا از شهر توز آمدن و برادرای ما که از حصار آمدن و از دیگر ناحیه آمدن، همه شما را خدای مهربان قدماتان در حسنات نویسد و دیگر برادرایی که از راههای دور و نزدیک آمدن ولی تا حال با آنها ما زیارت هم نکرده باشیم، خدا قدمهای شما در حسنات نویسد و با صحت و سلامت خداوند شما را به خاندانتان رساند. و در اینجا چند سوال هایی که از مهمان ها بسیار از من ضرور خواهش کردن که امینه جواب گوید که ما از راههای دور آمدم، زی خاطر من خواستم که جواب این سوال ها را گردانم تا که اینها یک ثبتی شود و اون برادرها اینا گوش اندازند و خدای مهربان اون گذشته ها را رحمت و مغفرت کنی. آمین یا رب العالمین. ولی دیروز من برادرای عزیز از بس که من مکتوبای زیاد در پیشم دارم ولی یک همون سلفانای کلان گویم که پر از سوال است، اکثر اونها را میخوانم درباره به احترامی شوهرها و بعضی اونها درباره خنک نظرانه رفتار کردن مردها در زندگی
راستی بار دیروز من از زبان این برادری که 3 نفر از خانهش گذشته بود، یکی عائله‌ش و یکی دخترش و یکی نبیرش، عجیب چیزی گفتن. قسم به نام خدا دیگه ما خودمان داشته نتونستیم. شما بینید که حکایه میکند که وقتی که همون سیلاوه‌ای که بالای همونها آمده است، در همین حالت اکنون من مختصر همون یک لحظه ای را که شما زنی خدا ترس و زنی که البته برای آبی چشم کردن و برای او غمگین شدن و در حق او دعا کردن این ارزندگی دارد، میگوید وقتی که عائلم کمی از من دور ماند، کمی از بین ما یک مسافه دور ماندن که اون مقصد نزدیک من آمدن نمیتواند، من نزدیک وی رفتن نمیتونم، از همونجا ایستاده و از من خواهش دارد که شوهر هر خطایی کرده باشه مرا ببخش. برادر عزیز، در حالتی که یعنی لحظه منم نابود میشم، تو هم نابود میشه، یعنی حالتی هست که دیگر جای خلاصی نیست. پس از همونجا ایستاده و تو مقصد مردک مرا ببخش، هر کمبودی در زندگی کرده باشیم، هر خطایی که در زندگی کرده باشیم ما را مورد بخشش قرار دیم. من میگه از دور فریاد میکنم من تو را بخشیدگیم، تو آخه عائله نیستی که من تو را نبخشم؟ آخه این قدر خدمت ها و این قدر نیکی های تو، چرا این نه؟ به هر حال یگان ممکن است در حیات یگان چیزی گذشته باشد برای ببخش. برادرای عزیز و گرامی، چه زنهای خوبه، چه زنهای نیکی را خدای مهربان در این روی زمین هم نگاه می‌دارد. همه خداوند همه مشکلات های این بندگانش آسان گردانه و خداوند این خیل زنهای با عفت و زنهای خدا ترسه همون حشر جنت که در اختیارشون هست خداوند نصیب و روزیشان بگرداند. خداوند همه آن برادرانی که در این معرکه مصیبت اشتراک ها کردند، بسیار جوانای ما، بسیار جوان پسرها، اکنون من نام هر کدام را گرفتن نمیتونم، ولی در همون روزهای سختی از مردم از خانه ها بیرون کردن، مردم مال و اسباب انجامشون به جای یک سلامت رسانیدن، جوانان بسیار بسیار خدمت کردند. همه اون جوانایی بودند که دادرای عزیز تربیت مسجدی داشتند، همه اونا جوانایی بودند که 5 وقت نماز می‌خواندند. اونها این گونه حالت احساس کردند و دانستند که در اینجا ثواب بیشتر است و به خاطر آنکه تربیت‌های خوب ایمانی داشتند، اونا در این روزهای وزبینی بسیار بود اونجا مردمی که فقط تماشا می‌کردند، ولی شخصانی بودند که از خدا خبردار بودند و راهی درست و صواب که دانستند. حتی بسیارش گویم که دیگر فکر جان خودشان نکرده و همون برادرها را کمک میکردند. خداوند همه اون برادرای ما را هم عمر دراز و تنی صحت و خداوند عزت دنیا و آخرت رو نصیبشان بگرداند. آمین یا رب العالمین. خب سوالهایی که برادر ما از شهرتوز دادند همینجا خودشان هستند. خب در مابین نماز عصر و شام خوراک خوردن یا نماز قضایی خواندن، برادر عزیز و گرامی، نماز قضایی را بین عصر و شام خواندن درست است. بین عصر و شام فقط در مذهب خودمان نماز نافله نمیخوانند، ولی نماز قضایی خود که حکمش واجب است، ما میتونیم که بین عصر و شام نماز قضایی خوانیم، ولی خوردن در بین عصر و شام یکم باکی ندارد. شما همین نمازهای عصر تونه خوانده باشین تا شام وقت باشد، اگر یعنی خوردن شما مانع نماز جماعت شما نشود یا مانع نماز شما نشود، باکی ندارد. شما خوردن گیرین. این بعضی چیزهایی که بین عصر و شام نخوانین و تا کودکی شما را از حوض کوثر آب نمیتین و دیگر اینا افسانه ها هستند دادران. اینا را شما به این چیزا اهمیت ندین. درست است خوراک تو نخورین. دویم، در نکاح وکیل پرسیدن با پول رضا شدن دوگانه هایش جایز است یا نه؟ بهترین نکاح دادرای عزیز شما وکیل بازی نکنید. دیگه وکیل ها اصلا در همین نکاح ها بسیاری وقت وکیل ها را همون تقاهای عروس خداشان کوشش میکنن که در همین جا داخل شوند و از همون حساب بچه‌دار یک مبلغی را به دست بیارن. دیگر اینجا هیچ مقصد و مطلبی نیست. برای همین بهترین نکاح برادرای عزیز و گرامی همین است که رو به رو نکاح کنید. دختر همراه بچه، دخترها را یک پرده بکشید، در پسک پرده دخترها ایستند، از این طرف جوان ایستد، در بین داملایی که نکاح میکند یک 15-20 دقیقه درباره حرمت شوهر، حرمت زن شما صحبت کنید.
بعدا خدا خواهد در همینجا نکاح را با آواز بلند اول از دخترک پرسین، همون تن و نفس حلال خود به همین جوان بخشیدی، او مثال بله میگوید، شما میشنوین، جوانم قبول کردی، قبول کردم. خب صدا را از زن مرد میشنود، از مرد از زن میشنود. این بهترین نکاح است. دیگر وکیل روان کنین، اولی وکیل راضی نمیشود، اولی دوگانه ها وقت ندارن، این دیگری کارا را پرتین را درای عزیز. آخه شما جوان مردین، همون ملایی که برای 10 سوم و 20 سوم رفته در همجا تکیه میزنی تا دخترها مثال راضی شدن، بهترش داملای عزیز باور که خودت خار کردگی، خودت بیقدر کردگی. همین خیلی نکاح ها رو نکنین برادرای عزیز و گرامی. نکاح همون نکاحی است که آخه یک نیم ساعت حد یقل، او دیگر کای و بیچاره وقتی پند نصیحت، او قدر غیرتی ندارد که در تویش یک اهل علم برده و برای او موعظه کنه. ای پس نکاح تو بعد تماشا که او تررم و ضررم و بلا بتره. همونجا نیم ساعت در اوجا او دیگر ناچاره، او دیگر راه گریز ندارد، نیم ساعت در گوشش برسان. بهترین نکاح همین است برادر عزیز. دوگانه هاش راضی کردن نکردن اینا در اسلام ما و شما نیست. خوبش همین میلش دخترک من است 3-4 دوگانه اکش در روز خرسندی بیارد، ولی اونها را راضی کردن این یگان ضرورت ندارد. تو از پیش خودت اگر برده برای خرسندی همونا یک 5 سوم یا 10 سوم در دستشون همچی خیر، اگر پولدار باشی شرایطدار باشی تی، این حقی تو از کار تو، ولی رضا کردن اونا یگان ضرورت نداره. فقط کوشش کنید که در همون حالتهای نکاح شما دخترای شما حجاباشون، عفتشون، دوگانه‌هاشون سرای پوشیده، گردنای پوشیده در یک معرکه سنتی با یک طریق نیک آمده مثال، بعد شما نکاح را بندین خوب بشود. انسانی که یک عمر مال مردم میخورد باز خدا میگوید. خیلی بسیار ایتری مسلمان هایی که دزدن، مسلمانی که ترسانچک های، مسلمانی که زیناکار های، مسلمانی که حق مردم میخورد. خب یعنی مسلمان های دزد های، مسلمان های زیناکار های، یعنی به زینا کردن یا به دزدی کردن ما را کافر نمیگیم تا زمانی که همون حلالش نشمارد، ولی وای از جمله همون مسلمان های گناهگار است. مسلمان های مسلمان گناهگار برای این حق هایی که خورده است برادر عزیز و گرامی، این باور که چنان حسرتی است در روز قیامت و افسوس که همون حالت امروز حس نمیکنه. ولی امروز برادر عزیز مال مردم گفتیم، از همین حالت مصیبت و مشکلاتی که در بسیاری از بندهای خدا آمدن در همین بین شخصانی وجود دارند که چیزی به اونا ضرر نرسیده است، از همین حالت استفاده میبرند. و در همین مسئله بسیار با احتیاط باشین. ولی من نگاه کردم در خانه به خانه میگردن، خانه ها ما آزاده است چی داری؟ آخه برای آزادگی ها اینجا در این قدر برادرای ما و شما کمک ها را ببینین. الحال از همین از روز 2 روز پیش برادرای ما از غرم آمده بودن با سرداری امام خطیب و سرداری نایب رئیس غرم، قریب 9 نفر شب خانه ما مهمان بودن. این قدر یاردمی که اونا آوردن، روز دیگهش مردم شهر نو آوردن. این امروز یک برادر ما 300 کیلو باز گوشت، این یک برادر دیگه در اینجا حضور دارد قریب 4000 سامانی. هر روز این خیل برادرها مبلغ آورده و در دست مردم داده است. ولی از همین حالت بسیاری ها شاید خانه به خانه گشته. انامینایش که شما میبینین بسیارش دعواگرای هستن که در اصل چیزی ضرر ندیدن. اینا شما روین از مردم پرسین، میگه در جایی که اون پلتکا زدگن آدمای هستن که انامونا صاحب خانه هم اون همونجا دا مرده پرتا کردگی خودشو از همین حالت استفاده برده است. بسیار آدمای بے انصاف هم در این بین وجود دارند. برای همه وقتی که شما با کسی میخواین کمک بکنین، شما آدمای در کاری میدانستگی را همراه خودتان بگیرید. اینطوری هر کی و هر چی نکنین مولتونا. وزیر ما اینجا متمرکز داریم، اینجا در چیزایی که آورده میسپارین همه موافق قاعده و قانون برای هر یک آدم نرمه معین شده است. شما را کسی ناباور نکرد، همش الحمدلله همون جای خودش گرفته است. مردی که به روسیه زنی روسی دارد، زنش به خاطر فرزندانش هم کار خانه و هم کار مردانه رو به صحرا انجام میدهد. برای این گونه مردها پاسخ میدادید. البته برادرای عزیز و گرامی اینم از جهت ظلم است،
که ماها خودمان در دیگر دولت ها رفته و عیش و عشرت کنیم و عائله ما و شما در اینجا به خاطر فرزندا بازار به بازار گردند. قسم به نام خدا از ایده بیننگی و از ایده بیناموسی و از ایده دیوسی دیگه وجود ندارد. خیلی جایی حتی این گونه من یک بار دیگر گفته بودم، اینا جوانمرد نیستند، اینا کسانی هم که تمام همون ناموس و دین و وجدانش در همون زنی روز فروختگی هست. برای همین خواهرای عزیز وقتی شما میبینید که از همین آدما یگان فایده ای نیست، شما به او تکیه نکنید دیگر. همون مهلتش آمد، از این خیل آدم بیناموس و بیننگ جدا بودن تو خیلی خوبه. چگونه که او جدایی را برای خود اختیار کرده، چگونه که او بی پروا است. یک شخص سخت اوریا کرده است و نهایت به حالت وزین جان سپاریده است. خون وی قرار نمیگیرد. سلفاً پیچانیدن ممکن است یا چگونه غسل میدهند؟ برادر عزیز، شما همون میتونید که همون برادرایی که در همین حالت روبرو میشوند شما غسل کنید، بعد غسل دادن شما کفن کنید. اگر از تگ کفن یگان لطه و یگان چیز زیادتی ماندین به خاطر آنکه خون به حد رفته ایستاده است و دیگر یگان ضرری در کفن و در نماز جنازه ندارد. شما همی شستین مثل وضوی معذور. این یک آدم سلسل باولای دائم باولش میریزه یا دائم بادش میبره یا دائم از زخمش چرک میریزه و تماما یعنی دائم میرود. این خیل آدم هر یک نماز طهارت میکند و نمازش خواندن میگیرد. در حالت نماز هم که اگر چکیدن گیرد او طهارت چه نمیشکند تا نماز دیگر، با نماز دیگر با طهارت نو میکند. زی خاطر همین هم برای مرده های ما و شما هم خونش هم برآمدن هم که گیرد ما کفن میکنیم، جنازه ما میخونیم، مرده میگرانیم. فقط در گردن ما یک بار غسل دادن واجب است. خب و یک در مسجد خیر میکند و میگوید که اگر هر کس خیر کند هر یکی را نام گرفته دعا کنید. ولی در حدیث های پیامبر آمده است که هر کی خیر میکند نامی او را گرفته و در حقش دعا کنید، این موافق سنت است، این جای گناهش نیست. ولی کسی که اگر صدقه های پنهانی میکنند این با بهتر. آدمی است که میخواهد که نامش گرفته نشود یا صدقهش پنهانی میکند، این صدقه های پنهانی هم برادرای عزیز از اخلاص خالی نیست. ولی ببینید قصه ها میآید که در دوره حضرت عمر رضی الله عنه خدا رحمت چون کند، اگه مثل عمر واری دیگر بنده های خوبی خدا را خدا میدونه تا قیامت کسی نمیبیند. میگه دوره خلافتش بود، یک آدم نابینای میگه در همون شهر مدینه حیات داشت، کسی خدمتگار نداشت. این حضرت میگه سریا میرفت خدمت وی میکرد، هر چیزی که از لازمه و درکاری بود تأمین میکرد، او را تازه میکرد، او را طهارت میداد و او بستری بود. و این نمیدانست، این نابینا بود، نمیدانست که این بنده خدا کی است که مرا خدمت میکند. ولی ببینید خدمتی از برای خدا را ببینید. بعدن میگه وقتی که حضرت عمر نابود کردند، دشمنای خدا زدن به کار، از دنیا که گذشت 3 روز طرف این آدم نابینا 3 روز کسی سراغ نمی رود. بعدن این آدم نابینا داد میزند، فریاد میزند و مردم نزدش می آیند، میگن آخه تا امروزه من به خودم خدمتگاری داشتم، 3 روز شد که درک همون خدمتگاری من نیست. میگن که حضرت در حقش دعا کن که وای عمر بود، در حق او دعا کنین. گفتن که وای عمر بود که برای تو خدمت میکرد، الحال وای زیر خاک است. یعنی انسان ها هست که صدقه های پنهانی میکنن تنها برای که اون که خدا داند و خلاص. ولی کسی اگر صدقه آشکارا هم که کند وای گناهگار نمیشود. در وقت صلی الله علیه و سلم گفتند، همین قدر نویسنده است، من نمیدونم با اینجا چی مقصد است. اگر مقصد صلی الله علیه و سلم گفتند همین حرکت خستن باشه، اینا در مجموعه الفتاوا من کردن که ما وقتی به نام پیغمبر شنیدیم خدامون باید همچنان میانمون خم نزنیم، تعظیم نکنیم، فقط صلوات فرستیم. نام پیغمبر شنیدیم صلی الله علیه و سلم میگیم، خدامون خم نمیکنیم، تعظیم نمیکنیم. صاحب فتاوای مجموعه الفتاوا به همین را. بعد مردم ما که چخیل است، ولی مردم ما بعد دیگه عقل گرایی را میدراره، چخیل تا هم یک رئیس میدرویا میخیزی، نام پیغمبر را میگیرن نمیخیزی.
بعد از خودش اوکی شریعت چیزی نیست که هر که به عقلش باهاش دیاد. خداوند قرآن دا میگه اکملت لکم دینکم، من دینم مکمل کردم. دیگر در این دین عقلگراها در کار نیستن. هر کس به عقل خودش هر چیز داخل کردن گیرد، اینا جایز نیست برادر عزیز. چیز شریعت معین کرد همونش برای ما و شما راه هست. برای من اگر یکی نادرست صاحب مجموعه الفتاوا گفته باشد و شما یگان حجت داشته باشین روان کنید. برادرای ما از حصار سوال کردن، همینجا حضور دارن، در انگشتری طلا نماز خواندن درست است یا نه؟ مثلا در دست ما و شما اگر انگشتری طلا باشد یا گردنبند طلا یا روچکه طلا یا دستمانه طلا، خب یا دندان طلا. دندان طلا اگر مثال ضرورت نه بی ضرورت کرده باشه، یعنی برای حسن، نماز درست می شود ولی ثواب ندارد. برادر از نماز میخوانی، مثال ای گردنت ساقید، خیلی که آدم با پول حرام حج میکنه، حج ای گردنش ساقید ولی حاجی نمی شود، روز قیامت از گروه حاجیان سر نمی بردارد. همین آدمی هم که در برش طلا دارد، خود چله دارد، خود گردنبند دارد، با اون نماز میخواند، نماز ای گردنش ساقید ولی ثواب ندارد، یعنی زحمت و مهنت میکشی و پاداش و ثواب نمیگیری. پس خودتان خلاصه شو برارید، یعنی به چله خوب بوده است یا به چله خوب بوده است. دویم، درباره دروغ گفتن و سخنچین ها و سخنبرها از خدا امید دارم که از خدا امیدم این است که بعد هر موضوعی که شما بیان میکنید در جمهوری و بیرون از آن بسیار تاثیر خوب میرساند. یک موضوع در باب دروغ گفتن و سخنبرها شما آماده میکردید. انشاءالله برادر عزیز و گرامی، خدا خواهد من درباره همین دروغ گفتن و درباره سخنبرها سخنچینها بعدی انشاءالله همین موضوع اخلاص یک دو سه جمعه هم سوالایی که به نهایت زیاد آمده است من اون را جوابش میگردانم. اولین موضوعی که در همین باب میکنیم در باب دروغ گفتن میشود، در باب کسانی که دروغ برای خود استفاده میبرند. کنی دروغ در کدام حالت ها درست، کدام حالت ها نادرست، جزای آدمای دروغگو چی است. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث گفتند که ان الکذب یسود الوجه و النمیمه من عذاب القبر. کسی اگر در دنیا دروغگو باشد او در قیامت روش سیاه است، و کسی در دنیا اگر سخنبر و سخنچین است یقین داند که قبرش راحت ندارد. بسیارترین عذاب قبر از روی سخنچین ها و سخنبر هاست و روی انسان هایی که در قیامت ما سیاه دیدیم یقین دانید که اینا در دنیا از جمله آدمان دروغگو بودند. برای من خدا خواهد دادر عزیز، من جمعه آینده درباره یعنی این اخلاص کمی صحبت میکنم و سوال جواب ها را برای شما انشاءالله میرسانم که سوال های خیلی زیاد در پیش من است و در باب دروغ من جواب میگم. این برادری که الحال از من سوال کردن که در راه قرآن خوانده روی درست است یا نه، در حالتی که یعنی آدم زن در حالت حیض و نفاس باشد یا مرد در حالت جنابت باشد قرآن خواندنش نادرست است. ولی اگر ما در حالت بی طهارتی هم که باشیم، خود در جای خوابمان باشیم، خود در راه گشته رفته باشیم، این حالت در ما قرآن خواندن هم که گیریم باکی ندارد، گناهگار نمیشیم بلکه ثواب میگیریم. خود در سر رول شدگی، خود همچون گویم یک پاساژیر شدگی، خود در راه پیاده می روی، خود در جایگاه خوابت خوابی، مثال پا دراز کردگی، خب در همون حالت هم اگر شما قرآن خوانینم پای به طهارت قرآن با زبان خواندن گناه ندارد، فقط پای به طهارت قرآن داشته خواندنش گناه است. ما ناداشته اگر با زبان خوانیم این گناه ندارد برادر عزیز و گرامی. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. خدای مهربان این عبادت را از ما بندگانت قبول بگردانی و خدای مهربان خاتمه کار همه ما بندگانت را به خیر بگردانی و خدای مهربان عزت همه این بندگانت را در دنیا و در آخرت بلند بگردانی. قدم همه این بندگان در خدای مهربان حسنات بنویسی و صحت و سلامت خدای و باز به خاندانشان برسانی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. آمین یا رب العالمین. خیلی گرامی، قبلا